بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید این بخش از کلاس رو میخوایم راجع به فرمت ظاهر و گفتیم نصفش رو فرمولا و آشنایی با توابع و اینا رو میگیم، نصف دیگه‌ش هم مربوط به ظاهر برگمون هست. حالا ببینید اینجا من اگر که الان برم در محیط چاپ یه نگاهی به محیط چاپ بندازم تا اینجایی که این کار رو انجام دادم روی این برگه، ببینید من برم داخل محیط چاپ ببینم که به چه صورته. میام در قسمت پرینت، چیزی که قرار چاپ بشه اینه. میبینید اون چیزی که قرار چاپ بشه اینه، یعنی اون واقعا اصلا اون چیزی نیست که ما انتظار داشتیم چاپ بشه. درسته؟ تفاوت عمدهش با اون چیزی که اینجا داریم میبینیم چیه؟ تفاوت عمدهش اینه که اون خطوط جدولی که مرز بین سلول ها بودن الان اینجا از بین رفته و اون خطوط نیستن الان. خب فقط اون یه چند تایش هست، این سلول هایی که با کاندیشنال فرمتینگ خطوط رو براشون تعریف کردیم هستن. بقیه خطوط الان هیچ خطی دور هیچ سلولی نیست، یعنی این به صورت جدولی نیست در حقیقت. خب بنابراین ما لازم هست که اگر قصد داریم جدولی اطلاعاتمون رو ذخیره کنیم، اون خطوط جدولش رو هم خودمون چیکار کنیم؟ ایجاد کنیم براش، یعنی تعریف کنیم براش. برای اینکه خطوط جدولی ایجاد بکنیم من ابتداً اینها رو همه رو انتخاب میکنم. حالا مثلا این قسمتی که مهمتر هست، قسمت مستطیل شکل رو انتخاب میکنم و برای خطوط جدولی ما از ریبون هم فقط همین یه گزینه مونده بود که نگفته بودیم تا اینجا، یعنی از سمت چپ تا این قسمت کاندیشنال فرمت هم گفتیم، فقط این یه دونه گزینه مونده بود دیگه. درسته؟ بقیه رو همه رو توضیح داده بودیم. خب این قسمت باتن بوردر الان اسمش باتن بوردره، بستگی به این گزینه‌ای که انتخاب میشه اسم متفاوت داره. این مثلث رو من اگر بزنم گزینه‌های زیادی در اختیار من قرار میده. هر کدوم از این گزینه‌ها هم اسمش گویا هست که چه کاری قراره انجام بده و هم تصویرش. تو تصویرش دقت کنید، تصویرها همه 4 قسمتیه. درسته؟ یه مثل این که 4 تا سلول کنار هم. این 4 تا سلولی که کنار هم هست اینها 4 تا سلول نمادین هست، یعنی من اینجا ممکنه 40 تا سلول انتخاب کرده باشم، منتها به صورت نمادین اینجا 4 تا سلول برای من بیشتر نمایش نمیده. خب این 4 تا سلول وقتی میگه باتن بوردر یا نگاه میکنیم میبینیم بقیهش نقطه چینه، فقط یه خط زیر همه کشیده شده، به چه معنیه؟ به این معنیه که کل این محوطه‌ای که من انتخاب کردم اگر این گزینه رو بزنم فقط میاد زیر این محوطه یه خط میندازه. باتن بوردر یعنی این 4 تا سلول نمادی هست از همه این سلول هایی که من انتخاب کردم. متوجه میشید؟ یعنی من اگر اینو انتخاب بکنم تو همه این سلول ها اینجا زیر 4 تا سلول یه خط کشیده، فقط من اگر اینجا انتخاب بکنم همه سلول هایی که انتخاب کردم زیرش فقط یه دونه خط قراره. اما تاپ بوردر مثل همون فقط بالاش یه خط قرار میده، لفت بوردر سمت چپش و رایت بوردر سمت راستش. خطا رو هم دارید میبینید دیگه. نو بوردر یعنی هیچ خطی هیچ کجای جدول من اگرم باشه پاک میشه، اگرم باشه خطی وجود داشته باشه پاک میشه، تو غیر از این خطایی که مربوط به کاندیشنال فرمت. آل بوردر همونطور که از اسمش میبینید و شکلش هم نگاه میبینید یعنی همه بین سلول های من جدول قرار میگیره. آوت بوردرز یعنی دور تا دور، حاشیه کل محوطه، نه حاشیه تک تک سلول ها، حاشیه کل این سلول هایی که من انتخاب کردم یه خط میکشه. سیک باکس بوردر، سیک یعنی ضخیم، یعنی همون حاشیه هست منتها خطی که میکشه ضخیم تره. باتن دابل بوردر یعنی زیر این محوطه یه خط دوبل میکشه، خط دوتایی میکشه. سیک باتن بوردر یعنی زیرش یه خط ضخیم میکشه. هم تصاویرش میگم، هم تصاویرش گویاست و هم اون عبارت انگلیسی جلوش. تاپ اند باتن بوردر یعنی یه خط بالا و یه خط پایین. تاپ اند سیک باتن بوردر یعنی یه خط بالا ولی خط پایین خط ضخیم. تاپ اند دابل باتن بوردر یعنی یه خط بالا و خط پایینی خط دابل یعنی دوتایی. خب حالا من یه دونه از اینا رو تا اینجا که گفتیم انتخاب بکنم، مثلا آل بوردرز. ببینید همه رو چجوری که خود جدولیشو کشید.
حالا اگر برم در محیط چاپ دیگه این خط جدولی که الان کشیدم می‌بینید وجود داره، یعنی سر و سامون گرفت این کارنامه من. خب حالا میتونم من دوباره انتخابش بکنم و بیام نو بوردر بزنم همه خطاشه. گفتم غیر از اینایی که به کاندیشنال فرمت مربوطه و جلسات قبل توضیح دادیم، بقیه خطوط جدولی چی شد؟ حذف شدن. میتونم انتخاب بکنم محوطه رو و بگم مثلا سیک باکس بوردر، یه خط ضخیم دور تا دورش فقط بکش، بقیه‌اش نه. حالا دوباره میام تو محیط پرینت، ببینید چیزی که پرینت میشه این شکلیه، دور برمیگردم. خب یا دوباره انتخاب میکنم و اینجا آل بوردر رو میزنم که همه ضخیم میشه. خب اما گزینه‌های دیگه هم داره این جدول. گفتیم برای اینکه از این گزینه‌های اینجا انتخاب بکنیم اول باید محوطه مورد نظرمون انتخاب می‌بود. من اون محوطه انتخاب کردم برای جدول کشی. همیشه می‌بینید جدول کشی انگار کنار خیابونه ها. خب یه محوطه هم انتخاب کردیم و این خط جدولی رسم کردیم. اما اگر نخواستید میتونید با استفاده از دراو بوردر، یعنی قبل از اینکه محوطه‌ای رو انتخاب بکنید با استفاده از دراو بوردر، یعنی رسم حاشیه ها، اینو من انتخاب میکنم. ببین علامت موسم چه شکلی شد، به صورت یک قلم شد، مداد شد مثلا. از اینجا میتونم حالا توی این سلولایی که متنی نداره نگاه میکنیم، ببینید به این صورت میشه. ببینید خطوط رو به این صورت میتونم بکشم با همین، به همین صورت با قلمی که در اختیار من هست. اما اگر خواستم اینا رو پاک کنم چی؟ میتونم از اریز بوردر استفاده بکنم، اینا رو پاک کنم همه رو. ببینید اگر خواستم به حالت دیگه دراو بوردر گرید، این یه مقدار شاید ساده تر باشه کار باهاش، اینو که بزنم ببینید به صورت جدولی فرقش رو متوجه میشید با اون قبلی. قلم قبلی ببینید من اینو میکشم تا اینجا همه رو جدولی میکنه، اما اون قلم قبلی به این صورت که بکشم فقط حاشیه دورش رو میکشه، قلماش با هم متفاوته. و از این دوتا گزینه میتونید رنگ خط و نوع خط رو انتخاب بکنید. یعنی من ابتدا بیام رنگ خط خودم رو به صورت آبی انتخاب کنم و باز هم بیام نوع خط خودم رو به صورت مثلا دابل انتخاب بکنم و بعد بیام عرضم به حضورتون دراو بوردر گرید رو انتخاب بکنم. حالا خطایی که میکشه دابل آبیه. می‌بینید از این گزینه پس قابل استفاده است. اما چیزی که خیلی مهم هست در این قسمت، من دوباره کلیک میکنم که موس برگرده به حالت عادی. اینا رو هم پاک کردیم. می‌بینید اشتباهاً این قسمت این خطوط رو پاک کردیم. چیزی که مهم هست این گزینه است که من اینا رو انتخاب میکنم. باز حواستون باشه ببینید منطقه رو انتخاب کردم. مهمترین گزینه و پرکاربردترینش همین گزینه مور بوردرز هست. این مور بوردرز رو اگر انتخاب بکنم یک کادر برای من باز میشه، پنجره باز میشه، یک پنجره فرمت سلز که حالا بقیه‌اش رو بعداً ان شاءالله باش آشنا میشیم. الان فقط با تب بوردر کار داریم. در تب بوردر من تو این سلول هایی که وجود داره میخوام حاشیه بندازم. باز همون 4 تا سلول نمادین رو اینجا میبینید، 4 تا سلول نمادین. خب تو این 4 تا سلول نمادین من حاشیه هایی وجود داره. اون جایی که پررنگ، این خط یعنی چی؟ این خط یعنی همه خطوط افقی جدول غیر از اولی و آخری، غیر از این خط و این خط. بقیه خطوط افقی اینه. این یکی خط یعنی همه خطوط عمودی غیر از خط اولی و خط آخری تو محوطه انتخابی. این یکی خط یعنی فقط خط بالایی، این یکی خط یعنی فقط خط پایینی، این یکی فقط خط سمت راست و این یکی هم فقط خط سمت چپ است. خب حالا این جاهایی که به صورت یعنی تکلیفش مشخصه، خطی کشیده یعنی تمام خطوط
عمودی به غیر از اولی و آخری به این مدل هستن. این جاهایی که به این صورت این خطو کشیده این خطو کشیده اینا همه تکلیف مشخصه. اما این جاهایی که به صورت خاکستری کشیده یعنی تکلیف مشخصی نداریم، یعنی حالت ثابتی نیست. الان اینجا رو چرا خاکستری کشیده؟ چون گفتم دو تا از اینا رو اشتباها پاک کردیم. دیگه نمیتونه بگه همه اینا مثلا خط ساده دارن، چون نمیتونه این دو تا وضعیتش فرق میکنه، یه خط خاکستری کشیده. خب حالا من میتونم به همین 4 تا سلول با استفاده از این امکاناتی که سمت چپ برا من قرار داده حاشیه‌های مختلف رو یا مرزهای مختلف رو اعمال بکنم. من میام خط دوتایی رو انتخاب میکنم با رنگ مثلا حالا زرشکی رنگ، به دور تا دور رو هر کدوم کلیک میکنم. ببینید برای قرار دادن و حذف روی هر کدوم که خواستم کلیک میکنم. یا میتونم از این گزینه استفاده بکنم، آوتلاین، کلش رو با هم همزمان انتخاب بکنم. برای خطوط عمودی یک خط ضخیم انتخاب میکنم به رنگ مثلا آبی پررنگ، حالا رنگاش دیگه دست خودتون هست، هر چی دوست داشتید. میتونم بیام این خط رو انتخاب کنم. گفتم این نماد تمام خطوط عمودی هست غیر از خط اولی و آخری، یعنی این خط و این خط. و خط افقی رو من به صورت یک خط مثلا نقطه چین قرار میدم به رنگ فرض بکنید حالا خردلی، به این صورت. از این گزینه ها میتونید استفاده بکنید. اینو من بزنم الان خط بالایی میپره، این خط وسطی، این خط مثلا جاش هم مشخصه که مربوط به کدوم دکمه است. در ضمن یادتون باشه اینجا من بین سلول ها هم میتونم، یعنی ضربدرم بزنم تو سلولام. ببینید به این صورت، ببینید ضربدرم داخل سلولامون کشیدیم، ولی خب حالا کارش نداریم. حالا که این کارو کردیم، من اگر اوکی رو بزنم همین حاشیه با همین فرمت اعمال میشه به سلول های من. اوکی میزنم، ببینید دیدید خطوط عمودی همه پررنگ آبی، خطوط افقی همه خردلی رنگ نقطه چینی، خطوط دور جدول همه به صورت دوتایی زرشکی رنگ. درسته؟ سوالی هست؟